سلام به اخبار خوب این هفته از یقین خوش آمدید. امروز پنجشنبه دهم قوس 1401 هجری شمسی که برابر می شود با اول دسامبر 2022 میلادی. دیدار مقام رهبری وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه دولت پاکستان. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در حالی که معین اداری آن وزارت حضور داشت با هیئت پاکستانی به ریاست حنا ربانی کهر وزیر دولت پاکستان در امور خارجه در قصر استوری وزارت امور خارجه دیدار کرد. حافظ ضیا احمد سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در توییت نوشته که در این دیدار بر روابط دوستانه دو طرف تاکید شده و روی موارد مانند آزادسازی زندانیان افغان در پاکستان، ایجاد تسهیلات برای مسافران و همچنین توسعه و سرعت تجارت و ترانزیت گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در دیدار با مسئولان رسانه ها گفت سیاست امارت اسلامی در قبال رسانه ها تقویت رسانه ها در کشور و حرفه‌ای ساختن فعالیت های آنها است. آقای مجاهد همچنان بر رفع مشکلات در برابر رسانه ها تاکید کرد. دهقانان جوزجان به جای خشخاش کشت پنبه را ترجیح می دهند. ریاست زراعت و آبیاری جوزجان می گوید که شماری از دهقان در این ولایت برای برآورده نیازهای خانواده هایشان از کشت کوکنار دست کشیده و به کشت پنبه رو آوردند. شماری از این دهقان که صدها جریب زمین پنبه کشت کردند پنبه را بدیل خوبی برای کوکنار می‌دانند. افزایش چشمگیر پروازهای عبوری از فضای افغانستان پس از امضای قرارداد با شرکت کاک، اکنون روزانه حدود 100 پرواز از فضای افغانستان عبور می‌کنند و از هر پرواز روزانه 60,000 افغانی در خزانه دولت اضافه می‌شود که به صورت ماهانه 180 میلیون افغانی از این راه به دست می‌آید. وزارت دفاع استرالیا اعلام کرده است که به دلیل جنایت انجام شده توسط سربازان این کشور در افغانستان مدال‌های آن عده از قماندانان خود که در افغانستان وظیفه اجرا کردند واپس می‌گیرد و در اخیر هم اداره نفوس سازمان ملل متحد شمار نفوس افغانستان را در سال 2022 41 میلیون نفر تخمین کرده است. این اداره به تازگی در اعلامیه گفته است که نفوس افغانستان در سال جاری میلادی 2.2% افزایش یافته است. اخبار خوب هفته روزانه انعکاس مهمترین رویدادها در یک هفته اخیر است. همکاران ما در یقین نیوز همچنان تمامی تلاش خود را به خرج می‌دهند تا تازه‌ترین و مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر را به شما برسانند تا شما که بیننده ما هستید در اسرع وقت به رویدادهای داخل و خارج از کشور دسترسی داشته باشید. از اینکه تا این دم همراه ما بوده سپاسگزاریم. تا دیدار بعد، بدرود.